بسم الله الرحمن الرحیم. این چهارمین درس ما از عقیده طحاوی هست. ما پیش از این درس در یادتون باشد درباره اشعری ها یکم صحبت کرده بودیم. این چونین پیش از این درس درباره صوفی ها هم یکم صحبت کرده بودیم و ما گفتیم اهل سنت و جماعت و این چونین صاحبان چهار مذهب، چی ابو حنیفه رحمت الله علیه و شاگردانشان باشد، چی امام احمد باشند، چی امام شافعی باشند، چی امام مالک باشند، تمامی صاحبان چهار مذهب در صفاتهای الله راه و رویششان یعنی اثباتشان مثل راه رویش پیامبر و صلی الله علیه و سلم اصحاب پیامبر است. یعنی همان گونه‌ای که پیامبر صلی الله علیه و سلم صفاتهای الله را به الله ثابت می‌دانستند و صحابه ها ثابت می‌دانستند، همین گونه صفات ها را ثابت می‌دانند. یعنی به یگان کفت و کاف کردن و به یگان معناش چی باشد عقل ما این را نمیگیرد و این گپ ها. آره، و در این باره صحبت کرده بودیم و در یادتون باشد ما گفتیم مشکلی که امروز بین بعضی از اهل علم تاجیکستان و طالب علم هست این است که وقتی بعضی صفاتهای الله را یا گفتیم حتی اکثر صفاتهای الله را برایشان گفته می شود، یک باره تو سلفی هستی یا تو وهابی هستی یا چیزی دیگر رو شروع میکنن، در حالی که اگر نگاه کنید به فقه اکبری ابو حنیفه رحمت الله علیه هم به ترجمهش نه به خود کتاب اگر نگاه کنید به خود کتاب میبینید که در آنجا ابو حنیفه رحمت الله علیه در یگان جا نه الله در بالا نیست یا اینکه الله دست ندارد یا اینکه این گپ ها رو گفتگی نیستند. صفات ها رو همان گونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت دانستند، صحابه ها ثابت دانستند، فقط به کیف یعنی چگونگیش را نگفته، چون که وقتی که چگونگی الله را نمیدانیم فقط الله به ذات خودش آگاه است، ما نمیتوانیم بگوییم که این گونه دست دارد، این گونه در بالا است، این گونه رحم میکند، این گونه مثلا قهر میکند، این گونه غضب میکند. اینها رو گفته نمیتوانید چون که ذات الله را ما نمیدانیم که دربارش انشالله این درس میآید. و اینجا خواهران عزیز وقتی که درباره اشعری ها صحبت کرده بودیم و گفتیم امامشان یعنی سردارشان ابو حسن اشعری هستند، سال 324 بود وفاتشان هست که در اول یکم معتزلی بودند، بعد از این توبه میکنند و یعنی از همون راه روش اشعری همون طریقتشان هم برمیگردند و یک کتاب عقیده دارند با نام ایبانه که از بهترین کتاب ها هست. خواهر در اینجا پرسیدید که درباره ماتوریدی چی؟ ماتوریدی که امروز بسیاری از اهل تاجیکستان یا خود گفتیم اکثریت به حضور میگویند ما عقیده‌مون ماتوریدی هست، اینها کی هستند؟ اینها هم اهل سنت و جماعت هستند. درباره اهل سنت و جماعت کی ها هستند گفته بودیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم که گفتن آنهایی که در راه من هستند، در راه صحابگان من است. ماتوریدی خواهران عزیز برمیگردند به ابو منصور ماتوریدی که خودشان از سمرقند هستند و عالمی خیلی بزرگن. یعنی امام ماتوریدی خودشان همچون شخصیت نگاه کنید، من اصلا از دو کتاب مشهورشان آگاه هستم. یکی از کتاب توحید نوشتگی هستند، دیگرش کتاب تفسیر. کتاب تفسیرشون تعویل در چیزی بود، فقط میدونم کتاب تفسیرشون هم هست که هر دو کتاب علل خصوص کتاب تفسیرشون از مشهورترین کتاب‌های تفسیر است. فقط مصیبت در اینجا هست که در ماتوریدی ها در عقیدهشون گفتم یا اصول عقیدهشون تقریبا از اشعری ها فرق نمی کند. عیناً مثل اشعری ها یک فقط 7 صفت یا بعضا شاید یک کم زیاد و کم باشد به الله ثابت میدونند، بقیه صفت ها رو میگویند اگر ما صفت دست رو مثلا الله در قرآن گفتگی است صفت دست رو به خود منسوب کردگی است، آره ید الله فوق ایدیهم میگوید الله، میگویند ما اگر به الله دست رو نسبت دهیم یعنی دست صفت الله گوییم الله به یگان مخلوق مانند کردیم که این تماما ممکن نیست. یعنی با همین تعویل اون هم با کفر نه، فقط با تعویل که نه ما میترسیم که به الله دست رو ثابت دونیم چون که به مخلوق مانند می شود گویان این صفت ها رو همش رو تعویل کردگی هستند، یعنی به معنای قدرت. و این چونین در اصول اعتقاد ماتوریدی ها آیت هایی که درباره علو می آید یا گفتیم صفتی
علو الله در بالا بودن رو که دربارش یک چند آیت است، دربارش حدیث های ثابت است. میگن الله در بالا نیست. اگر الله در بالا گویم الله به جای نیاز دارد، این به صفت به شأن الله نمیزیبد. برای همین میبینید که اکثریت نفرها یکم سوالی که میتین الله در کجا گفته سوال میدین. در حالی که نگاه کنید در ما یک تونه چه خیلی گفتم الله میگه امنتم من فی السماء ان یخسف بكم الارض، و شما در امان میمونید اون ذاتی که در آسمان هست زمین رو برای شما خسف کند یا زمین رو برایتان از زمین شما رو در کشد بگویم. یا اینکه در این باره مثلا قد نرا تقلب وجهک فی السماء میگوید الله در سوره بقره، یعنی ما میبینیم که تو با امیدی که الله قبله را دیگر کند به آسمان نگاه میکنی، با امید الله که پروردگار تو قبله مرا از طرف بیت المقدس به کعبه گردانگویم، به امید به کجا؟ به بالا نگاه میکنی. در ما حدیث صحیح هست زینب بنت جحش میگویند نکاح مرا پروردگار از بالای 7 آسمان ها خوانده است. یعنی نکاح شما دیگر زنهای پیامبر اگر در زمین خوانده شده باشد، نکاح مرا پروردگار از بالای 7 آسمان ها خوانده است. برای همین در دعا هم ما میدونیم که ما به بالا پیامبر هرچی به بالا دعا میکردن پروردگار رو به ما باران بده، پروردگار رو مستضعفین مسلمان ها رو کمک کن. این همه آیت و دلیل ها هست. اینها میگن نه خب پس الله در بالا نیست. اگر در بالا گوییم چی می شود؟ تشبیه مانند کردن به قوم می شود. پیامبر مگر از این بیخبر نبودن؟ چرا پیامبر این گپ را نگفتن؟ چرا صحابه ها نگفتن؟ چرا ابو حنیفه رحمت الله علیه این گپ را نگفتند؟ شما امروز میگوید آره به این قول خود همین ابو منصور ماتوریدی گفتگی هستن این گپه. اما میدونید که یک عالم خطا میکنند. مثلا ما وقتی درباره ماتوریدی ها یا اشعری ها گپ میزنیم، خوشالله من یگان تا اینها رو کافر نمیگویم یا که اهل سنت اینها رو تکفیر نمیکنن. اینها خطاگی جدی کردن در مسئله صفت یا در مسئله ایمان که مثلا میگوین تصدیق کردی تو دیگر ایمان فقط تصدیق کردن با قلب است، عمل کردن نه. اما اینها رو ما میگیم خطاگی جدی دارن اما هرگز تکفیرشان نمیکنیم و انشاءالله پروردگار بخشنده و مهربان است، گناهایشان را گذرد و در نزد پروردگار به تحویلات کردگیشان اینها هم جواب میدن. مصیبت امروز در اینجا است که خواهران عزیز ابو منصور ماتوریدی مرگشان سال 333 هجری هست. ابو حنیفه رحمت الله علیه 150 هجری است. زیادی گویا که ماتوریدی عیناً با ابو حنیفه دوستی نزدیک باشند، عقیده ابو حنیفه رو ماتوریدی به همه فهمان گفته میگردند. در یگان کتاب ابو حنیفه رحمت الله علیه نمیبینید که ابو حنیفه گفته باشند که الله در بالا نیست و ابو حنیفه رحمت الله علیه گفته باشند که ما این صفات ها رو به الله نمیدهیم، چون که سخنهای ابو حنیفه رو شاگردانشان ابو یوسف در کتاب اصل نوشتگی هستند. در دیگر کتاب هایی که از کتاب های مشهوری مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه شما دیده نمیتوانید. یا فقه اکبر و فقه اصغر دو خیلی کتاب بود در آن وقت. فقه اکبر عقیده را در بر میگرفت، فقه اصغر. برای همین اگر درباره ماتوریدی و پرسن سرشویش که است، یعنی سردار اینها ابو منصور ماتوریدی هست که از سمرقند هستند، مرگشان 333 و تقریبا از اشعری ها فرق نمیکنند مگر در بعض مسئله های کوچک و اساسا چی میگویند اکثریت صفات ها رو میگویند به انسان مانند می شود، به مخلوق مانند می شود. ما به الله ثابت نمیداریم، تعویلش میکنیم، معنیش رو دیگر میکنیم. اما پیامبر که خیلی گفتم این کارو نکردن، چون انشالله در همین درس الله نصیب کرده باشد میخواند که صفات های الله رو ثابت میدانیم، اما چخیلگیش رو نه پیامبر میدانن، نه صحابه ها میدانن و نه ما میدانیم، که چون ما ذات الله رو نمیدانیم. اما چگونه که الله خودش رو صفت کرد همان گونه ما هم صفت میکنیم. و اینجا شروع میکنند با نظم طحاوی که میگویند ولا شیء یعجزه، یعنی و الله از یگان چیز عاجز نیست، یعنی یگان کار نیست که الله آن را نتواند. و در این باره میدونید آیت های زیاد است. ان الله علی کل شیء قدیر، الله به همه چیز توانا است. و ما کان الله لیعجزه عن شیء فی السماوات ولا فی الارض انه کان علیما قدیرا. و پروردگار هرگز از یگان کاری که در زمین و آسمان باشد عاجز نیست، او به همه کار قادر است و الله دانا و
قدیر یعنی توانا می باشد. و این چنین می دانید که الله می گوید در آیت الکرسی وسع کرسیه السماوات والارض ولا یعوده حفظهما وهو العلی العظیم. کرسی پروردگار وسیع از تمام زمین و آسمان ها هم بزرگتر است. فقط آسمان دنیا نشون، از تمام آسمان و زمین ها بزرگتر است و پروردگار برای حفظ کردن زمین و آسمان و مخلوقاتش هرگز خسته نمی شود. یعنی این همه مخلوقات، این همه زمین و آسمان ها را برای زیر دست داشتن و اینها را اداره کردن پروردگار هرگز خسته نمی شود و او علی العظیم است، یعنی بالا مرتبه و بزرگ می باشد. و اینجا خواهران عزیز برای چی میگن و پروردگار به همه چیز قادر است؟ برای آن که وقتی که تو خالق، یعنی وقتی که الله خالق بنده ها هست، خالق باید به همه چیز قادر باشد. یعنی واجب است که پروردگاری که ما پرستش میکنیم، پروردگاری که خالق بنده ها هست، به همه چیز قادر باشد. چیزی که از دستش همه چیز می آید او لایق بندگی نیست. مثلا نگاه کنید، مسیحی ها عیسی را خدا میگویند. آره، آخر خدای شما نتوانست حتی خودش را از صلیب زدن نگه دارد. او یک بنده بود که او را صلیب زدن، چون در عقیده خودی نصرانی ها عیسی را به صلیب زده بودند. در عقیده ما چگونه که در سوره مائده است، پروردگار عیسی را به بالا میبرارد. یکی از شاگردان عیسی به شکل عیسی میشوند و دیگر رومی ها یا گفتیم همان زمانه حکومت او را با یاردمی باز همان یهودی های لعنتی چیکار میکنن؟ صلیب میکنن. یکی از شاگردان عیسی را که به شکل عیسی یا جسم عیسی در آن انداخته شده بود. و بعد از چند وقت این شاگرد عیسی وقتی به جسم خودش برمیگردد در صلیب، خودشان حیران میمونند که این عیسی بود یا دیگر کس بود. اما عیسی حقیقی را در قرآن ما که الله به بالا میبرارد و در عقیده خود مسیحی ها میگن که عیسی را صلیب زدن. پس چخیل شما خدا میگوید عیسی را؟ چخیل رفته در پیش صلیب رفته دعا میکنه در حالی که خودتان گفته ایستادید که عیسی حتی خودش را از صلیب نجات داده نتوانست. عیسی حتی خودش را از صلیب نجات داده نتوانست. عیناً همین گونه در زمان خودمان هم هست خواهران عزیز. بسیاری پیش قبر می روند و از قبر خیلی دعا میکنن. در صوفی ها هم با یک قسمشان دیده میشه و چه خیلی که گفتم آنها هم خیلی فرقه های زیاد دارن. همه صوفی برابر قبر پرست نیست. ایده از آنها هستن که به قبر از قبر پرستی مثل ما کلا دور هستن، اما یعنی فرقه به همین جهت اومده رسیدگی ها هم هستن. یعنی میروند و به یک نفری که مرده است اینقدر از او خواهش میکنن. اما یک ببین اون انسان از دنیا رفت، اگر اینقدر قدرت میداشت و در زندگیش چیکارها میکرد؟ اکثریتش بیمار شده رفته بود. اکثریت کسایی که در قبر خوابیدند و شما از آنها رفته التجا میکنید میبینید که چقدر بیماری ها کشیده مردن یا چقدر مصیبتی دیگر. اگر او اینقدر قدرت میداشت خودش را نجات میداد. برای همین اینجا چی است؟ پروردگار از قدرت خود به ما میگوید لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا تأخذه سنة ولا نوم، یا اینکه لا تدرکه الابصار. پروردگار را شما با چشم درک کرده نمیتوانید. این چونین پروردگار رو هرگز خواب و پینکی یا مقدمه خواب نمیگیرد. یگان چیز از پروردگار پنهان نمیماند. پروردگار همه چیز رو، حتی مورچه رو در تاریکی در زیر سنگ میبیند. در آیت هست معنیش این است که این گونه الله رو شما باید پرستش کنید. اللهی که به همه چیز قادر است، اللهی که به همه چیز قادر است، اللهی که از همه چیز با خبر است، اللهی که هرگز غافل از شما نمیماند. انا او سزاواری پرستش است. اما وقتی می روید یک نفر رو پرستش میکنه یا مثل خدا از او چیزی انتظار است، در حالی که او به همه چیز قادر نیست و خودتون میدانید، در این وقت باید فکر کنیم که ما به امیدی کی هستیم. در زندگی عادیتون هم خواهران عزیز بعضی ها هستن که از یک انسان طرز میترسن که گویا او خدا باشد. مثلا در قرآن هم آمدگی است و فقط آیت در یادم حاضر نیست، یعنی که خشیت الله آمدگی هست از انسان ها مثل الله میترسن، گویا که مثل الله اون انسان قدرت داشته باشه. ببینید اون انسان مثل شما هست،
بیمار می شود، به خوردن نیاز دارد، به حاجت خانه نیاز دارد. یعنی نباید اینقدر یک انسان رو، یعنی ترس از یک انسان رو مثل خدا کنیم. یا در مسئله رزق فلانی مثلا اگر به ما کمک نکند ما تماما میمیریم. شاید فلانی پگاه چشمش نمی بیند، کور بیدار می شود، او برای خود چشمش را برای برگرداندن قدرت ندارد. یعنی در اینجا به همه چیز قادر و لایق پرستش حقیقی پروردگار است. وقتی که همین چیز، یعنی همین که پروردگار ان الله علی کل شیء قدیر، به همه چیز توانا هست، خالق من، آنی که من عبادت میکنم، آنی که من با او دعا میکنم و دعایم را اجابت میکند، آنی که من با او صله پروردگار و بندگی دارم، یعنی او رب من است، من بنده او هستم. وقتی این چیز در قلبتون هست، در عقیدتون هست که خالق شما، اونه که به او در یک روز 5 بار نماز میخونید، اونه که در خلوت ها به او میگوید و گریه میکنید، اونه که او امر کرد و روزه میدارید، اونه که او گفت شما انجام میدید، به همه چیز قادر است. شما در قلبتون یک انسانی میشوید که از کسی نمیترسید، از یگان چیز نمیترسید. میگید این پروردگار است که به همه چیز قادر است، اون انسان هیچ کار کردن نمیتواند، اون انسان مثل من است. همین خودتون رو فکر کنید، ما چقدر ضعیفیم. مثلا بعضی حالت می شود که حتی خوردگی ما مثلا ما رو عذاب می دهد. اگر یک کوب آب ننوشیم یا یک پیاله آب ننوشیم، در یک روز ما از قوت می رویم. دیگر انسان ها هم همین گونه هستند، دیگر انسان ها هم مثل ما بی‌قوت هستند، بیچاره هستند، خار و ذلیل هستند. ما هستیم که بعضی انسان ها رو در قلب خود خیلی بزرگ کردگی هستیم. وای میتواند، وای میکند، وای از عهدهش میبراید. اما از عهده تمام کار برآمدن و همه چیز را صاحب بودن این الله هست. برای همین این عقیده، یعنی این که الله به همه چیز قادر است، همون خالقی تو که تو با او الک ارتباط داری، رابطه داری با پروردگارت، با او نماز میخونی، با او صحبت میکنی، به همه چیز قادر است. اما دیگران قادر نیستند. در قلب شما جای شود، بدانید که خواهد نخواهد شما خودتان را بزرگ حس میکنید. میگه یگان کس از من از این درجه تا باشد که مرا چیکار خواهد کند نمیشود در دنیا. این یگانه که است، این پروردگار است که به همه چیز قادر است. میگذاریم به قطار دیگر. ولا اله غیره، یعنی و میگویند و نیست هیچ اله بجز الله. و اینجا رو ما میتوانیم بگوییم و نیست هیچ خدایی بر حق بجز الله. برای همین معنای لا اله الا الله رو این گونه ترجمه کنیم بهتر است، نیست خدایی بر حق بجز الله. چون که خدایان دروغین وجود دارند. آره، خدایان دروغین در همه جا وجود دارند، خدایانی که انسان ها برای خود ساختند. اما اونی که خدای حقیقی، معبودی حقیقی هست، یگانه کی هست؟ یگانه الله هست. سطر دیگر قدیم بلا ابتدایی دائم بلا انتهایی. یعنی امام طحاوی میگویند قدیم بلا ابتدایی دائم بلا انتها. و این رو میتوانیم بگوییم به جای قدیم هو الاول والآخر در قرآن آمدگی هست، هو الاول والآخر، یعنی پروردگار از پیشم بود که پیش از او هیچ احد نبود و پروردگار دائمی میماند و هرگز نابود نمی شود. و خواهران عزیز، عقلا هم مثلا نگاه کنید، مثلا شما یکون چیز رو میگیرید، نان رو گیرید، مثلا نان رو از چی ساختن؟ نان رو از گندم ساختن. گندم رو از چی ساختن؟ از خوشه ساختن. خوشه چه خیلی ساخته شد؟ دانه از خاک و از آب بیرون برآمد. دانه رو کی ساخت؟ الله ساخت. الله رو کی ساخت؟ الله رو کسی نساخته است. یعنی در وقت سوال و جواب رفته رفته باید واجب الوجود باشد. یعنی واجب الوجود همین که ذاتی که او کسی رو نساخته است و ببخشید او رو کسی نساخته است و او همه رو خلق کرده است. برای همین الله در سوره طور میگوید ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. شما همین خیلی خود به خود پیدا شدید یا خودتون رو ساختید. یعنی ای آنهایی که خدا رو انکار میکنید، ای آنهایی که این شما سازنده تان رو انکار میکنید، خالقتان رو انکار میکنید، خودتون رو به دستتون ساختید یا اینکه کسی دیگر چیزی دیگر شما رو ساخت؟
یعنی اینجا حتما پروردگاری هست که کسی او را نساخته است و او همه را ساخته است، که جواب می شود این را کی ساخت، این را کی ساخت؟ آخرانش پروردگار، و پروردگار را کسی نساخته است، او چی است؟ واجب الوجود است. و این چنین وقتی که همه انسان ها نابود می شوند، پروردگار همیشه و همیشه باقی می ماند، که درباره ان شاء الله قیامت می خوانیم لحظه ای که هیچ چیز باقی نمی ماند بجز پروردگار. بعداً پروردگار انسان ها را از نو زنده می کند. باز الله میگوید لا یفنا و لا یبیدو. لا یفنا ببخشید، لا یفنا و لا یبیدو این سخن امام طحاوی هست که به این هم آیت قرآن را دلیل می آورند که کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. یعنی هرگز پروردگار نیست و نابود نمی شود، فنا نمی شود. دنیا فنا می شود، تمام مخلوقات فنا می شود، آره، اما یگانه ذات پروردگار است که هرگز فنا، نابود و نیست شدنی نیست، که الله میگوید هر چیزی که در کون وجود داشته باشد فانی است، نابود می شود، نیست می شود. یگانه ذات پروردگار است که او باقی می ماند. و در بیت دیگر میگویند ولا یکون الا ما یرید. و یگان کاری که الله نمیخواهد نمیشود. یعنی هر چیزی که الله خواست اون میشود، هر چیزی که الله نخواست اون نمیشود. این مسئله خواهران، مسئله خواستن الله یکی از مسئله های تقدیر است. پیش از همه باید بدانیم که تقدیر از اسرارهای پروردگار است که دربارش اینقدر ما کفت و کف کرده پیدا کرده نمیتوانیم، اما یک مقدار برایمان از حدیث ها آمدگی هست. و اولین فتنه مسلمان ها و از راه روش پیامبر لغزیدن و دور شدن همین مسئله تقدیر بود. از کجا؟ یعنی گروه هنوز تمام صحابه ها وفات نکرده، از جمله عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن عباس و اینها وفات نکرده، یک گروه در مدینه پیدا شده بودند که میگفتند هر کاری که ما میکنیم به این الله رابطه ندارد، ما خودمون همین کار ما میکنیم. یعنی در مسئله کارهایی که ما بنده ها هر روز میکنیم یگان تش تقدیر نیست، ما خودمون همه کار ما میکنیم، بعدن الله به این نگاه کرده چی به ما جزا میدهد. یک گروهی دیگر بودن، اینها رو قدری میگویند، یک گروهی دیگر بودن که آنها میگفتن نه چی کار کنیم هم الله ما رو مجبور کرده ایستاده است، چون که او پروردگار است، ما بنده هستیم، همه کار ما مجبوری هست، برای همین الله ما رو به دوزخ برای پرتفتن حق ندارد، چون که هر چیزی که ما میکنیم چی است؟ اینها رو الله خواست شد، اگر نمیخواست نمیشد و مایان چی میشدیم؟ گناه نمیکردیم. یعنی همین گونه دو گروهی عقلی که علل خصوص از مسیحی های نو مسلمان شده عراق پیدا شده بودن، اینها بعدن فکرهاشون حتی به مدینه و به مکه و به همه جا رفته بود و پیداشوی فکرهای ماتریدی یا اینکه اشعری هم محض برای جواب دادن به اینها هست که اینها سرشویشون تقریبا از سالهای 80 هجری از خواهرها، سالهای 80 هجری هنوز تمام صحابه ها نمرده این گونه گروه ها چی بودن؟ الکی وجود داشتن. گروهی که قدری هستن، میگویند هر کاری که تو میکنی قدر رو، یعنی هیچ یگان نمود تقدیر وجود ندارد، هر کاری که تو میکنی این خواهش خودت که راست الله تو رو ساختگی است، الله خالق همه چیز است، اما کارهای تو رو، گپ‌هایی که تو میگویی، کارهایی که تو میکنی این رو خدا ساختگی نیست، اینها رو خودت میسازی، به این جر و جواب داری. انا یک گروهی دیگرشون که اونها هم چی هستن؟ عکس اینها چی میگفتن؟ هر چیزی که تو میگویی این رو الله خواست تو گفتی، برای همین الله حق ندارد که تو رو بسوزاند. انا این گونه چی ها برآمده بودن؟ این گونه طایفه های گمراهی تماما تهمت به تقدیر میزده یا عموما حتی قدرت الله رو در تقدیر منع کننده برآمده بودن، که اگر به کتاب اشعری نگاه کنید، امام اشعری نگاه کنید، اکثریت جوابهایشون به اینها هست و سرشوی اینها دربارهشون گپ زنیم. باز به معتزله دربارهش به فکرم پیشتر درباره واصل ابن عطا گپ زده بودیم. اینجا خواهران همین گونه دو گروه بر اومده بودن، اما اینجا چی میگوین؟ یعنی برای رد زدن به اینها ولا یکون الا ما یرید، یعنی هر چیزی که میشود در دنیا به خواست الله. اما کلمه خواستن نگاه کنید، اهل سنت و جماعت خواسته های الله رو به تو تقسیم میکنن. یکی میگوین اراده کونی، یعنی خواست کونی، دیگر اراده شرعی، خواست شرعی.
اراده کونی الله چیزی خواهد نخواهد آن را میکند. مثلا الله نمیخواهد که مثلا یک مسلمان ظالم باشد، اما آن انسان ظالم میشود به خواست الله یا به خواست الله. یعنی الله ظلم را نمیخواهد اما انسان ها ظلم میکنند. الله همین ظلم را خواست یا نخواست؟ الله آن را خواست اما دوست نمیدارد. یعنی خواسته های الله هست که دوست نمیدارد و آن خواسته ها میشوند. باز خواسته های الله هست که الله دوست میدارد، بعضیش میشوند بعضیش نمیشوند. فهمیدید؟ یعنی خواسته های الله را اهل سنت به دو تقسیم میکنن. آن هم نگاه کرده به آیت و به حدیث. خواسته های الله هست که الله یک چیزی را نخواهد هم آن میشود. شاید برای میگویم امتحان بنده ها، برای سنجش بنده ها یک چیز را نمیخواد اما میشود. آره؟ بعد خواسته های الله هست که الله آن را دوست میدارد اما همون چیزی دوست داشته اش را اگر خواهد میکند نخواهد نمیکند. مثلا الله در قرآن میگوید من یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرید ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. الله برای کسی هدایت بخواهد قلب او را به اسلام میکشاید. او قلبش به اسلام کشوده می شود. او در اسلام نجاتش را می بیند و خودش چه اسلام را قبول می کند. اما الله اگر کسی را گمراه کردن بخواهد قلب او را ضیق تنگ می کند. یعنی به دل او هیچ چیز نمی گنجد. هرگز در اسلام هیچ خوبی برای خود نمی بیند و تنگیه که الکی نفسگیری برایش چی است؟ عذاب است گویا که بالا برآمده ایستاده است. هرچی بالا میبره چقدر که اکسیژن کم میشود، آدمی که گمراه است او هم چی میشود؟ همین گونه تماما نفسگیر میشود وقتی که او چی میشود؟ اسلام را میبیند. اکنون نگاه کنید الله همینجا هدایت را هم به خواست خود رابطه کرد، گمراهی را هم. پس گمراه شوی آدم ها البته گناه خودشان هم هست و خواست الله هم هست. اگر الله نخواهد آنها گمراه نمی شوند. آره؟ و این چنین مثلا حضرت نوح میگویند ولا ینفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم ان کان الله یرید ان یغویکم. برای شما نصیحت من هیچ فایده ندارد اگر من به شما نصیحت کردن خواهم در حالی که الله گمراهی شما را خواهد. یعنی گمراهی آنها را که خواهد الله خواهد. پس اینجا بعضی خواسته های الله آن هم که الله به هر چیزی که میخواهد حکیم است. این را یقین بکنید. هر چیزی که الله خواست، خواه گمراهی یک نفر باشد، خواه ظلم یک نفر باشد، خواه گناه دیگر باشد، حکمت الله در آنجا هست. چون که در کرده هایش الله حکیم است. این به خواست الله است. اما مثلا الله میگوید یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. ای مسلمان ها، الله برای شما آسانی میخواهد، برای شما وزمینی و دشواری نمیخواهد. یا که الله میگوید ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. الله برای شما وزمینی در دین را نمیخواهد. همین گونه بعضی خواسته های الله هست که الله هم میخواهد هم خیلی آن را دوست میدارد. الله هم میخواهد، مثل اینکه نماز خواندن را الله از ما میخواهد و دوست میدارد، اما نماز را بعضی امان به خواست الله میخوانیم، بعضی امان نمیخوانیم. برای همین در مسئله اراده الله، خواسته های الله، یک گروهی قدریه که میگویند الله هیچ چیز را نمیخواهد، هر چیزی که شما میکنید این کار خودتان است. اهل سنت این گونه نیستند. هر چیزی که ما میخواهیم چی است؟ اول الله خواسته است. الله در قرآن چی میگوید؟ و ما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین. هیچ چیز را شما نمیخواهید مگر اینکه اول الله بخواهد. اما این معنیش این نیست که هر چیزی که الله میخواهد و میشود الله دوست میدارد. معنیش این نیست. با حکمت الله بعضی چیزهایی که الله دوست نمیدارد حتی میشود. انشالله که فهمیدید. بیت دیگر الله میگوید لا تبلغه الاوهام ولا تدرکه الافهام. نه فکر شما نه فهم شما الله را درک کرده نمیتواند.
الله باز چی میگه؟ ولا یحیطون به علم، با علم خود الله را احاطه کرده نمیتوانید. انا این عقیده اصلی از خواهرها در تمام مسئله ها. چرا الله این خیل گفت؟ چرا الله این خیل کرده است؟ همین صفت الله چی خیل باشد؟ انا همین کار الله چی خیل باشد؟ چی میگویم؟ ولا یحیطون به علم، علمی تو، فهمی تو، عقلی او الله را درک کرده نمیتواند. تو اصلا درباره جسم خودت عقلت درک نمیکند، تو درباره زدن دلت، درباره گردش خونت، درباره چخل کار کردن معده، درباره جگرت حتی عقلت درک نمیکند خودت را. تو چگونه میتوانی پروردگار را درک کنی؟ تو درباره روحت، روحی که با تو همیشه هست، از تو رفت تو میمیری، هیچ چیز نداری، هیچ علمی نداره، چه خیلی تو میتوانی پروردگار را درک کنی. اینجا الله چی میگوید؟ لا اله الا هو الحی حی القیوم لا تأخذه سینة ولا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض. این تمام صفات های الله، یا اینکه در سوره حشر آیه 23-24 هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن، تمام صفات هایش رو الله میگوید. اما این صفات های الله ما باور داریم، اکثر معنای بعضیش رو درک کرده، معنایش رو میفهمیم، آره، رحمت، مهربانی، اما چگونگیش رو درک کرده نمیتوانیم. برای همین در ما چی هست؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونگی الله رو صحبت نکردن، چگونگی صفات های الله رو روشن کرده، میده میده نفهموندن. چون که اینجا چی هست؟ لا تبلغه الاوهام ولا تدرکه الافهام. ذات الله رو، کرده های الله رو گویم هم، و حتی مخلوقات الله رو، این اکثریت مخلوقات الله رو، این عقلی محدودی ما، این فهم کوچک ما هیچ درک کرده نمیتواند. برای همین خواهران عزیز، وقتی که همین درباره الله شیطان وسوسه تان میکند که مثلا الله در بالای عرش است، الله در بالای آسمان هست، پیامبر صلی الله علیه و همراه الله صحبت کردن اما بینشون حجاب بود، حضرت موسی با الله صحبت کردن، چخیل الله صحبت کرده باشد، طریقه گپزنیت چخیل باشد، این چیزها میبیاد، بدونید که از طرف شیطان است. این از طرف شیطان است. شیطان میخواهد شما رو مثل دیگر گروه هایی که با عقل گفتند و به گمراهی زدن گمراهتان کند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. گوید چیزی که شاید با عقلتان یافته فکر کرده توانید، درباره جنت فکر کنید، درباره دوزخ فکر کنید، درباره خودتان فکر کنید، درباره دیگر مخلوقات ها فکر کنید. همین گونه فکرها آمد یک بار اعوذ بالله گوید، چون که چی است؟ عقل ما درک نمیکند و پیدایش گروه های گمراهی که درباره صفات های الله گپ زدند و حتی بعض صفات های الله را انکار کردند، گفتگوشان با عقل بود. و ولا یشبه الانام، و هیچ چیز به الله مانندی ندارد. در اینجا هم درباره بعضی از صفات ها، اینچنین درباره انسان هایی که مجسمه میگویند، یعنی اگر به آنها گفتید الله دست دارد، الله چشم دارد، اما چگونگیش رو ما نمیدونیم، چه خیل بودنش رو نمیدونیم، گفتیم تو مجسمه، گفتید تنتون میزنن. در این باره انشالله در آینده قطعتان صحبت میکنم.